سلام و عرض ادب. خب من تصمیم گرفتم یک سری مفاهیم اولیه کیهانشناسی، فیزیک مدرن و فلسفه علم برای ارتباط گرفتن با این کتاب رو توضیح بدم که حالا افرادی که مطالعاتی در این حوزه ها نداشتن بتونن مفاهیم این کتاب رو درک کنن، چون واقعیت این کتاب از اساس برای عوام نوشته و تألیف نشده و ورود به این کتاب نیازمند آشنایی با یک سری از مفاهیم اولیه در این حوزه ها است، مخصوصا نظریه هایی که در حوزه فیزیک کوانتوم ارائه شده و پیوند اونها با برخی از جریانات فلسفه علم در دوران معاصر. یعنی کتاب نیومد از ابتدا بگه که اصلا فیزیک کوانتوم چیه، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ چیه، آزمایش شرودینگر چی بوده، تعبیر کوپنهاگن یا کوپنهاگی از فیزیک کوانتوم چی بوده. هیچ کدوم از اینها رو از ابتدا توضیح نداده و در واقع یک سطح بالاتر از اینه، میاد این مفاهیم رو در ارتباط با یونیورسال کانشسنس یا آگاهی کیهانی، آگاهی کل و تلفیق اون با فلسفه وحدت وجود، به ویژه جهانبینی هایی که در فلسفه شرق هست، در عرفان شرقی هست، ارائه میده برای اینکه یک تبیین سازگاری از جهان هستی و شعورمندی جهان ارائه بکنه. کتاب فیزیک، وحدت وجود و شعورمندی جهان اسم داره و حالا یه نگاهی هم اگه به فهرستش بندازیم، در همون فهرست این مسئله ارتباط آگاهی با نظریات فیزیک کاملا روشنه و فصل اول نقش آگاهی در تبیین واقعیت کیهان هست. ما ابتدا باید با مفهومی به اسم کانشسنس یا آگاهی آشنا بشیم و این مفهوم که یک مفهوم متافیزیکی هست، یعنی فیزیکی و فیزیولوژیکی نیست، مجزا از مفهوم ذهن و مغز و همچین مفاهیمی هست، تأثیرش بر فیزیک واقعیت عینی از کجا شروع شده است؟ یعنی از کجا فیزیکدانان ما و دانشمندان پذیرفتن که آگاهی به عنوان یک متغیر متافیزیکی میتونه بر واقعیت تأثیر بگذاره، که حالا در فلسفه ایدئالیسم تحلیلی به سردسته فیلسوفی مثل برناردو کاستروپ این ارتباط کاملا شرح داده شد. پس لزوم آشنایی با مفهوم آگاهی اینجا برای ما تبیین شد. ما باید با مفهوم آگاهی، کانشسنس و ارتباط اون با نظریه‌های فیزیک مدرن و معاصر آشنا بشیم که بتونیم بحث ارتباط فیزیک و فلسفه وحدت وجود رو درک بکنیم. یعنی اساس پیوند مفاهیم وحدت وجودی و فلسفی و عرفانی با فیزیک از مفهوم کانشسنس آغاز شد، از جایی که آگاهی به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر واقعیت وارد فیزیک شد. بنابراین فصل اول این کتاب به نقش آگاهی در تبیین واقعیت کیهان پرداخته. سرفصل‌هایی مثل مشاهده، آگاهی و سرشت واقعیت غایی، بحث تابع موج عالم که بسیار مهمه، یعنی اصلا لازمه این که ما آگاهی انسان و تأثیر مشاهده انسان که همون اثر ناظر آگاه یا اثر مشاهدهگر بر جهان هست رو درک کنیم، باید بدونیم که جهان از همون دیدگاه کوانتومی، مخصوصا در تعبیر کوپنهاگی نیلز بور و ورنر هایزنبرگ، به صورت یک تابع موج احتمالاتیه که این تابع موج برای تقلیل، ریداکشن، رنبش و فروریزی نیاز به یک مشاهدهگر آگاه داره. یعنی جهان ما در حالتی که ما مشاهده نمی کنیم اون رو به صورت یک تابع موجی از احتمالاته و در صورتی به واقعیت تبدیل میشه که یک اثر مشاهدهگر بیاد اون تابع موج جهان رو تقلیل بده، که اون اثر مشاهدهگر
مبتنی بر آگاهی انسانه، یعنی آگاهی تابع موج جهان رو، Universal Wave Function رو میاد چیکار میکنه؟ تقلیل میده و واقعیت روزمره ما رو میسازه. بحث حالا دیدگاه‌هایی مثل دیدگاه جان ویلر در پیوند آگاهی و فیزیک و حالا مفاهیمی که مرتبط با آگاهی و مشاهده است. بعد از اینکه فصل اول این مفاهیم شرح داده شدن، فصل دوم دیگه حالا میاد به ارتباط فیزیک و مکاتب فلسفی در سطوح متعالی میپردازه. بحث جهان مشارکتی، یک پارچگی امور عالم، خودسازگاری قوانین طبیعت از بحث‌های مهمه و وحدت ذاتی ماده و آگاهی. حالا سرفصل‌ها زیاده و بخش‌های مختلفی در واقع این کتاب رو تشکیل داده. از اینجا شروع بکنیم. من خیلی فکر کردم که اون مفاهیم اولیه برای ارتباط گرفتن با این کتاب رو از کجا شروع کنم. بحث ارتباط علم فیزیک با مفاهیم فلسفی و به ویژه عرفانی و وحدت وجودی از موقعی شروع شد که یکی از تعابیر یا مدل‌های فیزیک کوانتومی به اسم تعبیر کوپنهاگن توسط نیلز بوهر یا نیلز بور و ورنر هایزنبرگ در شهر کوپنهاگن دانمارک فرمول بندی شد. حالا من این تعبیر کوپنهاگی رو در یکی دیگه از کتاب‌ها کاملا شرح دادم. حالا نمیگم این کتاب چیه چون هنوز چاپ نشده و این نسخه فعلا در دست منه برای اینکه نظارت نهایی قبل از چاپ رو انجام بدم. در این کتاب من تعبیر کوپنهاگی رو به صورت کامل شرح دادم که اصلا تعبیر کوپنهاگی از کجا شروع شد. در سال 1927 ورنر هایزنبرگ و نیلز بور یا نیلز بوهر در کوپنهاگ دانمارک با هم ملاقات کردند و یک سری مجموعه دیدگاه‌ها رو در رابطه با گزاره‌های و پیشبینی‌های مکانیک کوانتوم ارائه دادن و اونها رو فرمول بندی کردن که مرتبط میشد با تعبیر احتمالاتی تابع موج که قبلا توسط ماکس بورن گسترش داده شده بود. تعبیر کوپنهاگی میاد میگه که آقا من این سوال رو که یک ذره مثل الکترون قبل از اینکه ما مشاهدهش بکنیم کجا بوده، موقعیتش کجا بوده قبل از اندازه‌گیری من، این بی‌مفهومه. شما نمیتونید قبل از مشاهده ناظر آگاه اصلا واقعیت رو معرفی بکنید، بگی واقعیت چی بوده، این ذره کجا بوده، جهان به چه صورتی بوده. فقط در لحظه اون تابع موج احتمالاتی برای شما تقلیل پیدا میکنه و به یک واقعیت عینی تبدیل میشه که توسط یک ناظر آگاه، یک مشاهدهگر آگاه مورد مشاهده و اندازه‌گیری قرار بگیره. اون موقع است که یک الکترون خودش رو آشکار میکنه. اون موقع است که یک واقعیت در حقیقت شکل میگیره. اصل اولش اینه، میگه فرایند اندازه‌گیری به صورت تصادفی یکی از احتمالات ممکنی را که تابع موج اجازه اون حالتها رو میده انتخاب میکنه. بر اساس این تعبیر برهمکنش یک مشاهدهگر یا وسیله خارج از سیستم کوانتومی باعث فرو ریختن تابع موج میشه. حالا اینو اومدن تعبیر دادن به کل جهان، گفتن جهان اصلا وجودش از کجا میاد؟ وجود جهان به عنوان یک تابع موج بزرگ از این میاد که حتما باید یک ناظر کیهانی یا آگاهی کل یا آگاهی کیهانی Universal Consciousness بیاد این تابع موج مورد مشاهده قرار بده که واقعیت تشکیل بشه. این تابع موج حالا بهش گفتن، در علم بهش گفتن خدا یا هوش برتر یا اون هوش کیهانی یا اون ناظر کل، اون مشاهدهگر کل، اون آگاه کل که جهان رو به عنوان یک تابع موج کل مورد مشاهده قرار میده و در واقع باعث به وجود آمدن یا به واقعیت پیوستن تابع موج عالم میشه.
حالا من در کتاب بعدی خودم وحدت علم و دین در بازنمایی مفهوم خدا و سازوکار آفرینش خیلی به تفصیل بیشتری روی این موضوع کار کردم. ولی میخوام بگم که تمام مفاهیمی که بحث آگاهی رو وارد فیزیک مدرن کردن و اون رو با مفاهیم عرفانی یا فلسفی تلفیق کردن از همین تعبیر کوپنهاگی سرچشمه گرفت و بعدها توسط افرادی مثل همون برناردو کاستروپ که یک فیلسوف علم بود بر اساس مبانی فلسفی تحلیلی که در واقع منسجم ترین مدل رو از ماهیت هستی داره ارائه میده، اینا مفهوم فلسفی شرح داده شد. مفهوم فلسفی یونیورسال کانشسنس و اون آگاهی جهان شمول شرح داده شد. به هیچ وجه طبق برخلاف اون در واقع ادعاهایی که بعضی ها دارن، اینها مفاهیم سودو ساینس و شبه علم نیست. اینها مفاهیم کاملا علمی فلسفه آگاهی جهانی بر اساس نتایج کوانتوم تئوری مدرن توسط برناردو کاسترو بس داده شد که بر اساس همون مدل ایدئالیسم تحلیلی است که منسجم ترین مدل رو در حیطه فلسفه علم از ماهیت هستی داره ارائه میده که رابطه آگاهی انسان با واقعیات فیزیکی رو در واقع بیان میکنه. از زمان تعبیر کوپنهاگی به بعد میخوام مهمترین اتفاق رو بگم. ما پذیرفتیم که یک متغیر متافیزیکی میتونه بر واقعیت تاثیر بذاره. این خیلی مهمه. یعنی اصلا رسما نقش متافیزیک، یک مقوله متافیزیکی بر تغییر واقعیت رو پذیرفتیم. آگاهی به عنوان یک متغیر متافیزیکی در شکل گیری واقعیت نقش ایفا میکنه. این مهمترین تغییری بود که فیزیک کوانتوم به ویژه در پیروان کوپنهاگ خودش در تلقی ما از جهان ایجاد کرد که حالا بعدها افرادی مثل پنروز و دیگران اومدن این مفاهیم رو در واقع شرح و بسط دادن. و فکر میکنم برای جلسه اول تا همینجا کافی باشه. من ببینم چه چیزهایی رو از قلم انداختم که اینجا بهش اشاره بکنم. خب بله، در دیدگاه کوپنهاگن ما گفتیم که ذهن و آگاهی انسان به عنوان یک مقوله غیر فیزیکی، مقوله متافیزیکی، بر روی فروپاشی یا تقلیل تابع موج کوانتومی و ظهور ذرات در آزمایشاتی مثل آزمایش دوشکافی اثر میگذاره و پیامدهای فلسفی حاصل از این رشد علمی بود که درک ما رو نسبت به ماهیت هستی در واقع دگرگون کرد. و حالا مقالاتی که در این رابطه هستن خیلی زیاده که ما بخوایم، حالا احتمالا من این رو اگه در کانالی جایی قرار بدم اون مقالات رو هم همراهش آپلود خواهم کرد. مدل ها برای تلفیق آگاهی با فیزیک واقعیت عینی مدل های زیادی ما داریم که حالا بعضی هاشون مرتبط میشه با بحث فراروانشناسی و حالا موضوعات نوظهوری مثل تلپورت و بحث جهان هولوگرافیک که حالا یه مقدار قدیمی تره، تلکینزی و اینها که حالا یه مقداری هم بعضی جاها با سودو ساینس یا شبه علم قاطی شده، ولی این به این معنی نیست که اصل موضوع شبه علمه. اصل موضوع کاملا علمیه و حتی زیربنای هوش مصنوعی مدرن هم هست. دیدید که اصلا جایزه نوبل 2024 رو به همین موضوع دادن، بحث آگاهی در فیزیک، همون مدلی که راجر پنروز اون رو توسعه داد. مدل های مختلف که حالا من نمیخوام اینجا کامل اونها رو باز بکنم از این موضوع وجود داره. خیر،
فکر میکنم برای جلسه اول تا همینجا کافی باشه که ما اصلا با بحث آگاهی در نظریات فیزیک مدرن آشنا شدیم به صورت کاملا ابتدایی و ساده. در جلسات بعدی به بحث هایی که زائیده همین موضوع هستند، مثل حالا آزمایش گربه شرودینگر که حالا دقیقا همین چیزی بود که ما بحث کردیم تا به صورت یک آزمایش عملی در جهان ماکرو اونو انجام داد. اصل عدم قاطعیت، اصل جهان مشارکتی جان ویلر و موضوعات دیگه که در کتاب فیزیک وحدت وجود و شعورمندی جهان من بهش اشاره شده، اونها رو به صورت موردی باز میکنیم. ولی کلیت بدونید که اینه، اگه کسی میخواد یک دیدگاه کلی نسبت به کتاب داشته باشه بدونید که بیسش اینه در فصل اول. بعد از اینکه حالا مخاطب یه درک کلی از این بحث پیدا کرد، در فصل دوم وارد این میشیم که اصلا فیزیک جهان ما و قوانین طبیعت و جهان هستی به عنوان کل منسجم چه پیوندهایی با مفاهیم عرفانی و فلسفی مثل وحدت وجود و دیگر مکاتب عرفانی به ویژه در فلسفه شرق داره، که حالا بحث یکپارچگی جهان، وحدت جهان و پویایی جهان هستی در سطوح متعالی رو در واقع برای ما روشن میکنه.